دوستان عزیزم سلام. تو دنیای هنر و صنایع دستی یه سری از آثار به قدری منحصر به فرد و ارزشمند هستش که هر کدومش داستانی از زمان و تلاش سازنده خودش رو روایت میکنه. این دوتا چاقوی زامندار کلکسیونی ساخته شده توسط استاد بزرگ مهدی رضایی که چند سال پیش از میان ما رفت. یه جفت از اون آثار بی‌نظیره. این چاقو یه اثر هنریه. جزئیات دقیق و مهارت‌های بی‌نظیر سازنده این دوتا چاقو رو به یک یادگاری ارزشمند تبدیل کرده. هر بار که به این چاقو نگاه میکنیم یادآور خلاقیت و شور و شوقیه که تو دل سازندش وجود داشته. به عنوان یک کلکسیونر داشتن چنین آثاری تو مجموعتون نشان دهنده احترام شما به هنر و تاریخ ایرانه. شهر زنجان دارای تاریخچه قوی تو صنعت چاقو سازیه و سازندگانی چون مهدی رضایی به این هنر صنعت اعتبار دادن. این دوتا چاقو یکیش به طرح خروس و اون یکی به طرح مرغ. این چاقوها تو دوتا طرح خنجری و بادومی طراحی شدن. چاقوی مهدی رضایی یک اثر هنریه که به زیبایی تاریخ غنی چاقوی ایرانو به تصویر میکشه. به جزئیاتش دقت کنید، به سوهانکاری‌های بی‌نظیر استاد توجه کنید، به ضامن خاص و دوست داشتنیش نگاه کنید. فوق‌العاده است، واقعا لذت بخشه. واسه ساختن این چاقو از متریال‌های با ارزشی مثل کهربا برای دسته چاقو، مس و سنگ‌های قدیمی و قیمتی استفاده شده. مرسی از نگاهتون. اگه از این ویدیو خوشت اومد با دوستاتم به اشتراک بذارش.